چرا محمد رضا شاه پهلوی نتونست پدر خودش رو برگردونه به ایران؟ زنده بود اون پدر. گفتی من دوست دارم دست کسی که دوست دارم رو بگیرم برم بیرون حرف بزنم. بگیر برو بیرون. الان دست کسی که دوست داری رو بگیر برو بیرون ببینم چه اتفاقی میفته. الان به جای رسیدیم که دیگه همه در آوردن ریختن بیرون، میزنن و میخونن و کنسرت خیابونی برگزار میکنن. میدونی کجا میگیرن؟ طالبان میگیره، کره شمالی میگیره. آزادی تعریف داره، تعریف رو قانون انجام میده. آیا شما میتونید با مایو برید تو صحن علنی کنگره ملی آمریکا؟ نه. ولی با همون مایو میتونی بری تو استخر تو آمریکا یا لب ساحل. حالا آیا مایو پوشیدن آزادی هست یا نیست؟ من از چیزی دفاع میکنم و پای چیزی بیشتر وایستادم که اگر از بین بره ایران از بین میره. هر حکومتی بدی داره. در سوئیس هم اختلاس میشه. فقط کافیه بری مقاله ها رو بخون. اگر خونه سقفش آب میده بمب نمیذارن زیرش، ولش نمیکنن برن. مثل مرد وای میستن، تحمل میکنن، سقفو ترمیم میکنن و بعد به دنبال باعث و بانیهای داخلیش هم میرن. رضا شاه پهلوی کی بیرون کرد؟ مردم قیام کردن برای رضا شاه؟ آره. نه مردم قیام نکردن عزیزم. ارتش هم قیام نکرد. رضا شاه پهلوی رو کسانی که آوردنش برش داشتن. رضا شاه رو بردن کجا؟ موریس. درسته؟ کی آوردنش؟ همون کسانی که پسرش رو بردن انگلستان. چرا محمد رضا شاه پهلوی که میگن اقتدار ایران رو داشت برمیگرد چون نتونست پدر خودش رو برگردونه به ایران؟ زنده بود اون پدر. چرا؟ اجازه ندادم بریم. آفرین. حکومتی که در باشگاه جنوب ایران می‌نویسن ورود سگ و ایرانی ممنوع، مشکلش ریشه‌ای. و امروز برای من زیباتره وقتی می‌بینم در خلیج فارس کشورم نایب آمریکایی میاد نزدیک میشه، دریاداران ایرانی میگن فارسی حرف بزن دیوس.